470,000 проекти бурдани тоҷикон аз Русия ба яъне ки ҷанги Украинаро доранд. سیوم چهارم فازای دعوت روسیه موبیلیزاسیا برای جنگ با اوکراین باید تشکیل شود. از این ملت و از این مردم باید بگیرند برند تا اینکه بگن که اگه شما روسا را کشته انا که با خون تو قطعی این جنایت انجام داده را گویا که تازه کنید. در حال تاجیکستان و حکومت تاجیکستان کاملا خاموش است. حکومت تاجیکستان یگان صدای از اون نمیبراید جز از اینکه صحبت‌های داشتن گویا معاون وزیر مهنت و شغل اهالی یک فرمان داده است که با تاجیکا باید گفتگوی صورت گیرد، گویا با تاجیکا کارهای صورت گیرد که آن تاجیکایی که مهاجرای در روسیه هستند دیگر کانال‌های مخالفه را تماشا نکنند و در غیر این صورت اگر همین کار اگر صورت بگیرد پس یعنی که این بعد است باید که تاجیکا هیچ وقت یعنی که حقیقت نبینن ندانند و هر تهمتی که بالای تاجیکستانی صورت میگیرد باید اون یعنی قبول کرده شود از این مقامات روسیه.